عزیزان دوستان انشاءالله تعالی چیز میکنیم یک دو روز پس انشاءالله که موسم نوی عسل سر میشوه انشاءالله. خب این بار انشاءالله تعالی نیت است که $5000 بمونیم. $5000 تحفه برای 3 جا، یعنی برای یکم جا میمونیم تحفه 3000. خب برای دیم سیم $1000 میمونیم انشاءالله. $1000 5000 میمونیم برای 3 جا. برای اینکه دفعه گذشته مونده بودیم برادرها گفتن یک جای، خیلی بعضیا ناراضگی بیان کردن. انشاءالله تعالی کوشش میکنیم برای 3 جا مونیم تحفه. برای کسانی که عسل میخرن ای 15 کیلو بالا، یعنی 15 کیلو میخری نامتا مینویسیم، 30 کیلو میخری 2 بار نامتا مینویسیم. خب 45 کیلو خریدی 3 بار نامتا مینویسیم. چند باری که همین 15 کیلوی بخری اگر همون قبار رقم تلفنات ان شاء الله مینویسیم. اگر الله نصیب کنه صاحب یگان تحفه میشه. حالا با ان شاء الله در روز نزدیک شاید روزی دوشنبه باشه در این مسئله با یک بار دیگه صحبت میکنیم. کسانی که عسل خریداری میکنن ان شاء الله تعالی مرحمت، رقم های تلفن ما در ویدیوهای پیشترک هست. باز روز دوشنبه ان شاء الله در این مورد با تفصیل سخن میکنیم. خدا خواهد به همه شهرهای روسیه راه میکنیم، به تاجیکستان هم عسل راه میکنیم. از 15 کیلو بالا، خدمی که از 15 کیلو پایان میگیره مقصد میفروشیم عسل، اما نامشان نمی نویسیم در تحفه. کدمی که 15 کیلو بالا میخرن نامشان می نویسیم، رقم تلفنشه. خب $5000 گفتم میمونیم. $3000 برای جای یکم، 1000 برای جای دیم، با 1000 دیگه برای جای سیم انشاءالله تعالی. همین خیلی نیت هست که خیلی تحفه را بمونیم برای خریداران. از شما فقط عسل خریدار کردنی عسل میتونین که تجارت کنین. کدومی که مثال نیت تجارت داره میتونه که تجارت کنه، یعنی با ما در علاقه میشین، ما عسل روان میکنیم، شما عسل کیلو کیلو میکنین با دیگه کسا میفروشین، هم از اینجا با تجارت میکنین، یعنی فایده میکنین، هم اگر الله که نصیب کنه نامتون برآمد صاحب تحفه میشین انشاءالله تعالی، صاحب تحفه میشین. و جزاکم الله خیر. الله متعال همه ما و شما را نگهدار باشه. الله متعال خوشبختی های دنیا و آخرت نصیب کنه. الله متعال عاقبت همه ما و شما را به خیر کنه. الله متعال همه غریبان در حفظ امانش نگهدار باشه. خب کسانی که برای رزق آمدگان طلب رزق الله متعال برکت ده، بیمارا را شفا ده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.